اینجا ساندویچ کوچه بازاره. روز اول یه رزپی زنی توی همبرگر کبابمون، سردست گوساله، گوشت گرم. این گوشت رو ما کیلویی 320,000 تومان می‌خریدیم، الان داریم می‌خریم 850,000 تومان. اما سر سوزن تغییرش نمیدیم. گوشت یخ زده، گوشت برزیلی، گوشت توپقه، مپقه، نه خورده گوشت گوساله است. انقدر میان به ما میگن، اما ما شرافت کاری رو با چیزی عوض نمی‌کنیم. نهایتش آخرش چی میشه؟ میخوایم آقا بگیم که آقا مثلا نتونستیم، گرون بود، جمعش کردیم، ولی عوضش نمی‌کنیم. بریم یه همبرگر کباب بزنیم. این گوشت چرخ شده همون گوشته که حالا همبرگر کبابش هم بهتون نشون میدم. وسط صحبت از شرافت کردم، میخوام یه چیزی بگم. من منظورم این نبود که کسی که مثلا از گوشت برزیلی استفاده میکنه یا از توپق و خورده گوشت و اینجوری استفاده میکنه کار اشتباهی داره میکنه. من گفتم روز اول همون رسیپی رو که ما گذاشتیم، اونو تا روز آخر باید تقدیم مشتری بکنیم. اگر به خاطر گرونی مجبور به حذف این آیتم بشیم، حذفش میکنیم، اما دست به رسیپیمون نمیزنیم. دم شما گرم. این همون گوشت همبرگریه که دیدید. اینم بافتش. آگاه بودن شما افتخار ماست. تشخیص کیفیت کار حرفه‌ای‌هاست.